التوبه مع الله. توضیح در مورد قسمت انتهایی کتاب زن کاراته جهان تن و روان که راهبر دانشکده انشاء تن و روان راهبر پروفسور ابراهیم میرزایی پاراگراف هایی رو به این صورت بیان نمودند: استنباطی از ژرفای علم روانشناسی و درک روح و روان بشر و دنیای فلسفه در جهان تن و روان. روح چیست؟ در ابتدا ضروری است که بدانیم آن اندیشه‌ای که این سوال را طرح نموده که روح چیست، همگان میبایست اندیشه خود را تغییر داده تا بتوانند به حل این مسئله نائل آیند. زیرا با کسری هایی که در اندیشه بشر هست نمیتوان جواب این گونه سوالات را داد، حال که واقعیت هستی هستایش در سفر پیدایش و مهبانگ اول همگی در قالب کلمات به ما انسان ها میرسند و اینها به صورت کلام بر آدمیان شناسانده میشوند و به صورت نماد با آنها برخورد داریم، به مانند نقشه ای از ساختمانی که روی کاغذ نقش گرفته. لذا این ساختمان واقعی نبوده و ما نمیتوانیم در آن زندگی بکنیم. لذا ما این کلمات را نمیتوانیم به صورت مستقل تعریف کنیم، زیرا مثلا کلمه آدم برابر است با وجود و خلقت و در نتیجه به نتیجه‌ای نرسیده و اصل سوال و جواب سردرگم خواهند بود، چون به نوع خودشان و به تنهایی نمیدانیم اینها چه هستند و همگان در رابطه با کلام است که یک کلمه ای را به واسطه یک کلمه دیگری درک میکنیم و همینطور آن کلمه اول خودش تعریفی فقط بیش نبوده و از کلمات دیگر، یعنی کلمات که از فکر و دهان بیرون میان، در نتیجه ترکیبات شیمیایی مغز هستند که به ما القا گردیدند و این ترکیبات برای آدمیان ناشناخته هستند و اینها یعنی مثلا کلمه آدم یا روح یا خدا و یا خلقت نمیشناسند و مثلا چیزی به نام عدد یا ستاره در جهان وجود ندارند و اینها زایده ترکیبات شیمیایی مغز هستند. این مطالب و حل آنها در مایگاه‌های کانگ فو توبا باز میشه که اصلا ما کجا ایستادیم و اگر ما ندانیم که پایگاه ما کجاست، که کجا ایستادیم، پس در نتیجه این نگرش فکر ما درست نخواهد بود و اینکه در طریقت کانگ فو توبا در مایگاه ابتدا باید مشخص بشه که هر آدمی کجا ایستاده و این سوالی که میپرسد بر چه نوع درک و اساسی بوده است، وگرنه به جوابی نمیرسد، زیرا که باید تن و روان انسان حرکت کرده و از پایگاه وجودی خود یعنی جسم به کوشش و تلاش برخاسته گردد تا به رستاخیز تن و روان برسد. منظور اجرای تکنیکاست تا این کلمات و سوالات بر همه باز بشه و با او یکی بشه و اینکه ما چه هستیم و زیربنا و پشتوانه ما کجا هست و مقدار توان و انرژی که برای این پرسش مطرح می‌کنیم چقدر است و آیا سلول‌های تن ما توان این پاسخ را دارند. برای مثال کسی را که از یک سیاره دیگری آمده باشد و نداند که مثلا جنگ چیست، در نتیجه این کلمه و این پرسش برایش نامفهوم خواهد بود، یعنی کلمه جنگ. لذا باید آن آدم را ببریم در آن میدان جنگ قرار بدیم تا متوجه شود که جنگ چیست و حتی آن آدم چه بسا در آن میدان جنگ و با رفتن به دیدن آن صحنه جان خود را از دست بدهد. پس میبایست مرحله به مرحله آن آدم را تربیت کنیم و آموزش داد. منظور تربیت کنیم توسط کانگ فو توبا و راهبر این راه فقط میتونه انجام بشه و راهدانان و همراهان با تجربه که به مدارج بالای تن و روان رسیدن که بتونن برای حضور در آن جنگ آماده گردد آن انسانی که از جنگ خبری نداره، تا اینکه بتونه در این حیطه و نظام تربیتی رشد کنه و حالتهایی منفی مثل ترس برایش به وجود نیاد. و این مثال را میتوان برای رشد و تربیت و پرورش کودکان هم از مرحله زایش تنظیم نمود که میبایست
طبق یک فرایندی این تربیت شکل بگیرد. حال این سوال یعنی روح یک واژه مهیبی است که ما از آن استفاده می‌کنیم که میبایست شناخته شود و انرژی هایی در آن نهفته است که برای شناخت آن میبایست از یک سری آزمون هایی بگذریم و همراهان کاینفوکار این آزمون ها را در مکتب یارومه باید بشناسند. آیا ما واقعا میدانیم که روح چیست؟ این که روح در یک معنا عالم وجود را خلق کرده است و این روح از خالق خلق شده و علت خلق آن همچون آینه‌ای بوده که خالق خود را در آن مشاهده کند و انسان میبایست در سلسله مراتبی در طریقت تن و روان با برقراری و تولید گرمای تن و روان خیش و اتصال کردن حرارت خود به فرموده راهبر به حرارت مبدأ به درک آن که از امواج و نور و تشعشعات شدید و انرژی بیکران لایتناهی جهان آفرینش و خالق می باشد برسد، که این در خود گردان و برگردان دارد که بر این اصل کلام یعنی گر به خودآیی به خدایی رسی، به خدای فرمان گردیده شده که این فرمان تا دیدار آدم با خالق و خالق با آدم شکل گیرد، یعنی لحظات حضور و ظهور حضرت. این به آنجا اشاره دارد، یعنی آدم بتواند آن تجلیات واحده را در وجود تن و روان خود بیابد و بشناسد که بتواند به درک آن برود. برای مثال آنجا گفته شده سرگذشت روح چیست؟ خب تصور روح جاودان است. این جاودانگی سرآغاز و پایان و تمام و کل هستی هستا بوده و تا به ابد خواهد بود و بدین بیان کلام سرگذشت روح آغازی بی پایان و پایانی بی آغاز بوده که اسرار آن فقط در اختیار و نزد صاحب بوده و هست. مع الله تووا، بدرود.